السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مبحث امروزی ما اثبات دعا از احادیث رسول صلی الله علیه و سلم، البته اثبات دعا به هیئت اجتماعی جمعا، امام به امرای مقتدی ها دست را بلند کردن و دعا کردن ثبوتی داره و یا نداره او را انشالله بیان میکنیم. بلی دوستای عزیز و گرامی، انشالله ما صحیح بخاری استدلال داریم، از مستدرک امام حاکم استدلال داریم، از اوسط طبرانی استدلال داریم و از کتب دیگر. امام بخاری در مجلد اول صحیح بخاری خود صفحه 214 است، رقم حدیث 1029 و باب است. باب وضع میکنه به این شکل که باب رفع الناس ایدیهم، باب ثابت است در بیان بلند کردن مردم دستهای خود را مع الامام به امرای امام فی الاستسقاء، در طلب سقی و باران. حدیث بیان میکنه از انس بن مالک رضی الله عنه قال اتى الرجل اعرابی من اهل البدو الى رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم الجمعه. انس بن مالک رضی الله عنه می فرماید که یک اعرابی به پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز جمعه آمد. در سر منبر بود پیامبر علیه السلام. فقال، گفت یا رسول الله، ای رسول الله، هلكت الماشیه، هلك العیال، هلك الناس. مواشی هلاک شد، عیال هلاک شد، مردم هلاک شد، باران نمی بارید دوستا. به او خاطر آمد. فرفع رسول الله صلی الله علیه و سلم، بلند کرد دستای خود را پیامبر علیه السلام، و یدعو یدیه، یدعو دستای خدا بلند کرد، یدعو دعا می کرد. و رفع الناس ایدیهم مع رسول الله علیه السلام، و مردم هم به امرای پیامبر علیه السلام دست خدا بلند کردند که مردم صحابه بود. صحابه دستای خود را بلند کرد رضی الله عنهم. یدعون، اینا هم دعا می کنند. قال، راوی می فرماید فما خرجنا من المسجد حتی مطرنا، ما میگه از مسجد خارج نشده بودیم که باران بارید. فما زلنا نمطر حتی كانت الجمعه الاخرى، همیش میبارید تا جمعه بعدی. پس امو نفر آمد، رجل آمد به پیامبر علیه السلام گفت یا رسول الله، بشق المسافر و منع الطریق. بشقه می فرماید که منع شد، راه ها خراب شد، خیلی ها باران دوستا بارید. آمد به پیش پیامبر علیه السلام همی کار گفت. و بعد رسول صلی الله علیه و سلم رفع یدیه، دستای خدا بلند کرد، حتی رأیت بیاض ابطیه، تا ای که ما همو سفیدی چیزای شدیدیم. بنان دوستا، رسول صلی الله علیه و سلم به امرای صحابه برای مطلق دعا دستای خدا بلند کرده. کس که را بدعت میگه، وقتی که از پیامبر علیه السلام یک عمل ثابت شوه هرگز بدعت شده نمیتونه و عمل. چگونه یک کس حکم میکنه و یک قدر با جرأتم میباشه که در حق رسول صلی الله علیه و سلم و در اون مجموعه صحابه که در اونجا شریک بودن بالای اونا طعن بدعت، نعوذ بالله من ذالک، انسان را از دایره ایمان خارج خواد کرد. و این همه یک چیزی که از رسول علیه السلام ثابت شوه او برای ما، ببینین ما مستحب میگیم، امی دعا را مستحب میگیم. پس وقتی که استحباب، ما مستحب به این شکل تعریف میکنیم که پیامبر علیه السلام یک بار کرده باشه یا دو بار کرده باشه دیگه ترک کرده باشه. برای استحباب ما خواهی دلیل است، ما خوی را فرض نگفتیم. پس دلیل دوم برایتان پیش میکنم، دلیل قولی است. مستدرک امام حاکم مجلد 4 است،
صفحه 417. همین حدیث را کنز العمالم روایت کرده. حدیث اخبرنا الشیخ الامام ابو بکر بن اسحاق تایی که میرسه عن حبیب بن مسلمة الفهری وكان مجاب الدعوة أنه أمر على جيش فضرب الدروب فلما أتى العدو قال فرمود سمعت رسول الله عليه السلام شنیدم از پیامبر علیه السلام لا یجتمع ملأ جمع نمیشه و یک جمعی فیدعو بعضهم که دعا بکنن بعضی از اینها و یؤمن البعض و آمین بگوی بعض از اینها الا اجابهم الله مگر اجابت میکنه دعایشان قبول میکنه الله تبارک و تعالی. پس دوستا جمع نمیشه یک قومی مگر که جمع شوه و دعا بکنه، بعضش دعا بکنه و بعضش آمین بگویه. به می شکل است امروز امام ما دعا میکنه و مقتدیای ما آمین میگه. امی حدیث 100% مصداق امی جماعت مسلمین هست. امی انسجامی که بعد از جماعت میشه و دعا میکنه، امام دعا میکنه و مقتدیها آمین میگه، 100% مصداق امی حدیث امی مردم هستن. و اگر نیستن این خود کدام عنقا نیست که موجود نباشه در خارج، وجود خارجی نداشته باشه. پس برای ما نشان بدین کدام جماعت وهابی جمع شده بعد از نماز یا در غیر نماز دعا کرده. پس امی است که ما بعد از جماعت و نماز که جمع میشیم یا در هر مجموعه‌ای که اگر او ختم بخاری باشه، ختم قرآن باشه، هر چیزی که باشه، جمع مردم می باشه، یک نفر دعا میکنه و دیگه آمین میگه، مصداق همین حدیث قرار میگیرن. بعد از او ثم ان حمد الله، بعد از او حمد خدا را گفت می نفر و اثنا علیه و ثنای خدا را گفت. بعد فرمود اللهم احقن دماءنا واجعل اجورنا اجور الشهداء فبينما هم على ذلك اذا نزل الحنباط امیر العدو فدخل على حبیب سرادقه. به می شکل دعا کردن، اینا هم بیانش کردن. دلیل دیگری که بیان میکنیم ای است، خود حدیث فعلی است. پیامبر علیه السلام دعا کرده. وفاء الوفا به اخبار دار المصطفى علامه سمهودی مجلد اول هست صفحه 49. دعاؤه صلی الله علیه و سلم للمدینه بالبرکه. در اینجا حدیث را آورده از ابن عمر رضی الله عنه صلی رسول الله صلی الله علیه و سلم الفجر. نماز خواند پیامبر علیه السلام نماز صبح از برای ما. ثم اقبل علی القوم، بعد از روی خود را دور داد برای قوم. فقال، گفت اللهم بارک لنا فی مدینتنا، ای بار الها برکت نازل بفرما در مدینه ما. و بارک لنا فی مدنا، در امو مد ما و ساع ما هم برکت نازل بفرما. ضمیر جمع مذکور میشه. ببینین امام مسجد ما که دعا میکنه همگان میفرماید اللهم اغفر لنا، لنا ذکر میکنه. اگر او تنها از برای خود دعا کنه اللهم اغفر لی میگه. در این جمع پیامبر علیه السلام دعا که میکنه چی میفرماید؟ اللهم بارک لنا و بارک لنا فی مدنا و ساعنا. به این شکل ضمیر جمع مذکور میکنه. روی خدا به صحابه دور داده رضی الله عنه، روی مبارکه که به صحابه دور داد به این شکل دعا کرد. پس ما هر جزیه را دوستای گرامی ثابت کردیم. او اگر مسئله بلند کردن دستا بود، او اگر توجه و روی دور دادن امام به سوی مقتدی ها بود از احادیث جداگانه، و ای که پس از سنت فاصله آوردن در میان سنت و فرض، پس از سنت دعا کرده شوی را هم ثابت کردیم. و مالیدن دستا بر روی ای را هم ثابت کردیم. پس این مسائل ثابت کردیم. دعا به هیئت اجتماعی را هم ثابت کردیم.
اینال هر فعلی که اینال رفع ایدی، مالیدن دستا بر روی، ای همه در یک جای جمع شوه، ای به فضیلت دلالت میکنه، یک امر مستحب هست، هرگز بدعت شده نمیتونه. او کسایی که را بدعت میشمارن والله العظیم دشمنای دین هستند. به خدا قسم است که اونها میخواهند که امی یک دعا برای مسلمان ها مانده که امی دعا رم از پیششان اخذ بکنه. پس چگونه؟ استاد گرامی ما می فرمودن حفظه الله، اونا می گفتند که وقتی که قیامت قریب می شوه در روی دنیا کسی الله الله گویان نمی مانه. باز مردم تصور میکنند که چگونه یک کس الله الله نمیگوید. باز اونا مبارک میگفتند که به می شکل مردم وهابی پیدا میشه، میگن که ذکر بالجهر نارواست یا این نارواست و اونا هم الله الله گویانه، یعنی امیر ناروا میدانند که الله الله را به جهر بگوید و این ناروا دانسته. بعد از ای که جهر نگفتن خفیه هم نمیگن، همین علامات قیامت از قرب قیامت میشه و قیامت قائم میشه. و می شکل است که امروز از دعا منع ما کردن و فردا از ذکر منع ما میکنن، یک کار دیگر فردا از نماز و از مسائل دیگر. دوستای گرامی خیلی هوشیار باشیم. این متون فقهی ما که گفته، ببینین یک متن فقه خود را برایتان میخوانم. یک متن فقه ماست نور الیضاح، در اونجا گفته شده که وقتی که یستحب للامام بعد السنه، مستحب است از برای امام بعد از سنت یستقبل الناس، روی خود را برای مردم دور بده. از حدیث ثابت کردیم. و یستغفرون الله العظیم ثلاثا، هم از حدیث ثابت است. و یقرؤون آیت الکرسی، هم از حدیث ثابت است. و المعوذتین، هم از حدیث ثابت است. و یسبحون الله ثلاثا و ثلاثین و یحمدونه كذلك و یکبرونه كذلك ثم یقولون لا اله الا الله وحده را بگویا و هو على كل شيء قدیر. بعد چی بکنه؟ ثم یدعون لانفسهم، بعد از برای خود هم دعا بکنه، ولی المسلمین، از برای مسلمان ها دعا بکنه، رافعی ایدیهم، در حالی که دستایشان بلند کرده می باشه، ثم یمسحون بها وجوههم، بعد از او به امرای از او روحای خود را به امرای دستای خود مسح وجه بکنن، روحای خود را مسح بکنن. این هم از حدیث ثابت شد. حدیث بخاری، حدیث که در مستدرک بود و سایر کتب. ببینین مولا علی قاری رحمه الله در عین العلم چی می فرماید؟ صفحه 69 است. 69 می فرماید، در اینجا در 68 باب وضع می کنه که دعا و مخ العباده. بعد در صفحه 68 می فرماید 69 آداب دعایی است که والکون فی جماعت تبلغ 100. آداب دعایی است که در یک جماعت دعا کرده شود که او جماعت به 100 نفر برسه. بهتر میگه ای است، آداب ای است که به 100 نفر برسه در اونجا دعا کرده شود. نصوص فقهای ما مستند و اصلشان قرآن و حدیث است. یکی از حجج اربعه را به همراه خود دارن. پس دوستا نهایت هوشیار بوده باشین. انشالله فردا در درس فردا این را ثابت خواد کردیم که تکریر در دعا 3 بار دعا کردن ثابت است و یا خیر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم